با سلام. با یه برنامه دیگه خدمت شما عزیزان هستیم برای تغییر اپ دستگاه i90 از یه PSP به PSP دیگر. ابتدا دکمه منو ابتدا دکمه روشن کردن فشار میدیم. زمانی که دستگاه داره روشن میشه دکمه تایید رو فشار میدیم پیاپی. پس از فشار دادن این منوی بالا میاد، منوی انگلیسی. از قسمت گزینی یه جهت پایین میزنیم. منو بعدی که ظاهر شد گزینه اپ آپدیت، نه میم گزینه آخری نسسر آپدیت. یعنی چه؟ یعنی که آپدیت ضروری. گزینه 5 نسسری، رمزش هم 55 66 77 تایید میکنیم. گزینه چنج اپ رو میزنیم. البته این هم در نظر داشته باشین ابتدا باید با او PSP با او شرکت ایده سازان تماس بگیرید که فایل مورد نظر PSP مورد نظر رو برای شما قرار بده، بعد این کار رو انجام بدید. چون اگه این کار رو انجام بدید فعلا انجام نمیشه. الان میزنه نو تاسک اگزیت. یعنی چه؟ یعنی اینکه این برنامه بارگذاری نشده که من بتونم اپو تغییر بدم. ولی اگه بارگذاری انجام شده باشه توسط شرکت ایده سازان، لیست منوی برنامه دوباره از نو بالا میاد. برنامه مورد نظرتون انتخاب میکنید. پرداخت نوین یا پاسارگاد یا به پرداخت فرقی نداره. با تشکر از وقتی که برای ما گذاشتید. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشم شما رو آموزش بدم که بتونید برنامه نصب شده دستگاه خود رو به برنامه PSP دیگه بتونید تغییر بدید. با کانال ترفند پوز همراه باشید. ویدیوهای بعدی ما رو هم میتونید کانال ما رو هم میتونید تماشا کنید. با تشکر. خدا نگهدار.